برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. تماشاگران عزیز، پیش از همه از یکایک شما خواهش میکنم که کسانی که حالا با ما هستند لطفاً خبر دهید که صدای ما را میشنوید. همین که شما خبر دادید که صدای ما را میشنوید، ما برنامه را آغاز میکنیم. صدا هست؟ بسیار خوب، تشکر به نفرانی که گفتند صدا خوب است. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. سلام و درود به یکایک شما تماشاگران عزیز گرامی که امروز وقت جدا کردید تا با ما باشید، تا ما را گوش کنید و از برنامه‌های ما بهره ببرید. امروز ما تصمیم گرفتیم پیش از همه درباره هواپیمای خریده شده برای رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت کنیم. شاید بسیاری ها انتظار داشتند که امروز 9 می است، روز غلبه است، روز غلبه بر فاشیسم است و ما امروز درباره غلبه بر فاشیسم صحبت میکنیم. نه دوستان عزیز، درباره غلبه بر فاشیسم هم صحبت داریم. من در صفحه فیسبوکیم گفته گذاشتم، یک پست کوتاهک ماندم که گفتم درباره گیتلر مطالعه میکنم، درباره گیتلر مطلب ها میخوانم و حتی به چنین خلاصه رسیدم که قریب نزدیک است به چنین خلاصه رسیدم که من فاشیستم گفتن و من آریاییم گفتن هر دوش هم مضمون است. حالا بعضی از گفته های و تاکتیک های گیتلر در تاجیکستان پیاده می شود که حالا با آمادگی خوبتر در این باره با شما صحبت خواهم کرد در برنامه های دیگر. و امروز باشد ما درباره خریداری هواپیما و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت میکنیم. تماشاگران عزیز، تقریبا چند روز پیش رسانه ها درباره خریداری شدن هواپیمای رئیس جمهوری مکزیک از جانب تاجیکستان خبر دادند. این هواپیما برای رئیس جمهوری تاجیکستان با قیمت 92 میلیون دلار خریداری شده است. 92 میلیون دلار. رئیس جمهوری تاجیکستان خودش همواره تاکید میکند که صرفه‌کاری کنید، مصرف بسیار نکنید، خراجات زیاد نکنید، اکونوم کنید. یعنی صاحب این همه گپ ها خود رئیس جمهور است. در یک سال 2 مرتبه به زمین کشت کنید. باز واهمه میکند در هر یک برآمدهایش سال آینده سال وزمین می آید، سال آینده گرسنگی می آید، باید ما ذخیره کنیم، پول زیادتی صرف نکنیم، تپک های 2 ساله جمع کنیم، خوراکواری 2 ساله جمع کنیم. و کسی هم نمیگوید که خوراکواری 2 ساله رو ما اگر جمع کنیم خودمون در کجا خواب میرویم. فرض کردیم نفرانی که در شهر زندگی میکنن خوراک 2 ساله جمع میکنن، آنها در کجا زندگی میکنن؟ این گپ رو هیچ کس سوال نمیدید. اما رئیس جمهور گفتن میگیرد همین خیل مصرف نکنید، خراجات نکنید، ذخیره کنید. اما خودش چی؟ خودش اسراف کار. در طی سفر اخیرش به دنغره یادتون هست چی گفت؟ گفت که بر اساس برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل متحد تامین اهالی با مواد غذایی در سال 2023 باز هم سنگین‌تر خواهد شد. امامعلی رحمان گفت که یکی از سبب‌های سفرش به ختلان همین است که در این باره با مردم صحبت کند. حالا ببینید
در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان روندهای جهانی را تحلیل میکند، بیایید گپ زنیم که درباره خود رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهانیان چی میگویند. ببینید، یورازیانیت یک رسانه آمریکایی میگوید رئیس جمهوری گدای تاجیکستان نزد خیرکنندگان یعنی صدقه دهندگان غربی خود پاسخگو خواهد بود. خزینه حکومت تاجیکستان به حد خالی است، تهی است که آن تنها نمیتواند به مردم خود غذا دهد یا آنها را با آب آشامیدنی تامین نماید، اما آن پول کافی برای خریداری یک هواپیما به رئیس جمهورش مییابد. یورازیانیت نشریه آمریکایی می نویسد. ببینید، اکنون تاجیکستان که از روی مجموع محصولات داخلیش که به حد کشورهای صدقه نمیخوردگی رفته رسیدگی نیست، تاجیکستان کشوری صدقه خور است، یعنی دست گداگیش دایم باز است و از روی آن که شهروندانش قشاق حسابیده می شوند، یعنی درآمدی میانه یعنی یک نفر به حدی لازمی نیست که از روی خط کشورهای قشاق برآید. انا برای همین هم کشوری قشاق حسابیده می شود، دایم دست گدایش باز است. هر جای رفت یکم مرا پیش از همه رئیس جمهوری تاجیکستان درباره صدقه گپ میزند و کوشش میکند که هرچی بیشتر پول رویانه در کشورهای مترقی. حالا در همین نوار شما دیده ایستادید رئیس جمهور مکزیک درباره فروش سمالیات، همین سمالیات حالا در داخل همین هواپیما نشسته است و درباره فروش همین هواپیما صحبت کرده ایستاده است و گفته ایستاده است که من این هواپیما را میفروشم چون که به خودم حق نمیدهم که اسرافکارانه به خودم اینقدر هواپیمای قیمت باشد، مصرف زیادتی باشد. این هواپیما را میفروشیم، به جایش 2 بیمارخانه بنیاد میکنیم. رئیس جمهوری مکزیک، خودتون میدونید مکزیک یک دولتی کوچک نیست، به 20 گانه دولت‌های مترقی و صنعتی جهان داخل می شود. مکزیک. تاجیکستان چی؟ به 20 گانه کشورهای قشاق‌ترین روی دنیا داخل می شود. مکزیک به کشورهای صنعتی و به 20 گانه کشورهای صنعتی و ترقی کرده دنیا داخل می شود. تاجیکستان به 20 گانه کشورهای قشاق‌ترین دنیا داخل می شود. رئیس جمهوری یکی از کشورهای قشاق‌ترین دنیا از هواپیمای رئیس جمهوری یکی از کشورهای ترقی کرده دنیا را میخرد. قشاق هواپیمای یکی از کشورهای بای را میخرد. باز در چه حالت؟ در همون حالت که به خودش گفت روسا پزولیت نکرده است، به خودش این حق را نداده است که اسرافکارانه یک هواپیما را به خودش تعلق دهد و با این هواپیما خودش پرواز کند و این هواپیما انجام دهد. حالا در همین باره این صحبت کرده ایستاده است. همین کسی که صحبت کرده ایستاده است، شما دیده ایستاده اید، رئیس جمهوری مکزیک است و اینجا گفته ایستاده ما با تاجیکستان فروختیم هواپیما را و در همین گفته ایستاده است در همین 10 روزه باید هواپیما را آمده به تاجیکستان برند. از روی گفته این علاقه از 10 روز گذشته است و
حالا شاید هواپیما در تاجیکستان باشد، حالا شاید پروازش را امامعلی رحمان با همین هواپیما انجام داد یا نه، حالا آنها کارکرد میکنند، چون که در روی در ظاهر هواپیما خطهای مکزیکی وجود دارند، آنها را کارکرد میکنند، به جای آن شاید هواپیمای شخصی پرزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان می نویسند، آنجا صورت امامعلی رحمان را میمانند. چیکار میکنند این را نمیدونم، لیکن کارکرد میکنند. حتما او خطایی که مکزیک نوشتگی اینها را گم میکنند، شاید به این فرصت نیافتند. اکنون شما نگاه کنید، همین شب روز ارسال صدقه یعنی کمک های بشردوستانه به تاجیکستان کم شدگی است. یعنی نسبت سالهای پیشتر کم است، چون چند مرتبه در تاجیکستان فسادکاری آشکار شد، فسادکاری کمک های بشردوستانه آشکار شد، غیر مقصدناک استفاده بریش آشکار شد، از خود کردن کمک های بشردوستانه از جانب نفرهای معین و نزدیک به رئیس جمهور آشکار شد و با همین سبب ها حالا به تاجیکستان ریختن صدقه ها کم شده است. ببینید بعضی کارشناسان میگن که این به سبب جنگ روسیه با اوکراین است، سببش رو به این ربط میدهند، لیکن به هر حال کم شده است. اکنون حالا بغیر از این فرستادن پول از جانب مهاجران هم به تاجیکستان کم شده است. نه فقط صدقه کم شده است، فرستادن پول را مهاجران نیز کم کردند. آهسته آهسته مردم کوچیده آمده ایستاده است بر روسیه خانوادگی و هیچ نیازی برای فرستادن به تاجیکستان یعنی به فرستادن مبلغ هیچ نیازی نیست و پول نمیفرستند. و در همین حال درآمد به تاجیکستان کم شده است، درآمد صدقه رفتن کم شده است. اما از کجا باشد که در همین حال رئیس جمهور با 92 میلیون دلار هواپیما میخرد؟ به هر حال از شاید همین پول صدقه ها وجود دارد، هرچند کم شدگی است لیکن هست. ما نگفتیم که تماما از بین رفتگی است، لیکن هست. آیا این صدقه ها و کمک هایی که به تاجیکستان وارد می شود مردم دیده ایستادند؟ نه. یگان کسی هست که بگوید به من کمکی بشردوستانه رسید؟ نه، تماما اینها به درجه همین پسترینش برده رسانیدگی هستند و خیلی خیلی کم هم تو از روی خط میگذارند. تمام دادی. ببینید حالا در تاجیکستان همین شب روز تقریبا از روی بهاگذاری آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا تقریبا 800,000 نفر در تاجیکستان در حال ناامنی شدید غذایی زندگی میکنند. یعنی در حال قشاقترین، از 10 نفر آدم 1 نفر آدم در حالت قشاقترین زندگی میکند. یعنی در حالت از گرسنگی به مردن نزدیک شدن زندگی میکند. 800,000 اهالیت در حالت از گرسنگی مردن است. تو میری به 92 میلیون دلار هواپیما میخری. ببینید تماشا بینان است، به 92 میلیون دلار چه خریدن ممکن است؟ 92 میلیون دلار می شود 20-30 تانک، وابسته از قیمت چیاش اقتدارش. 20-30 تانک جنگی خریدن ممکن است.
100 ماشین زره‌پوش BMP خریدن ممکن است به 92 میلیون دلار. 100 ماشین زره‌پوش در آسیای میانه، در SSR سابق و در اتحاد یعنی اتحاد دولت‌های مستقل یعنی SNG از همه سست‌ترین کشور در اقتدار حربی این تاجیکستان است. با 92 میلیون دلار می شود 3-4 هواپیمای جنگی خرید. 3-4 هواپیمای جنگی. با 92 میلیون دلار می شود از 10 تا 18 پهپاد بایرقتر ترکی خرید. وابسته به همون نمودش. چند نمود برابر؟ از 10 تا 18 تا می شود خرید. بایرقتر یگان تا نداریم. یگان تا میخریم. گفته رکلام کردن. وزیر دفاعی تاجیکستان رفته بود به ترکیه و در پهلوی پهپادهای ترکی بایرقتر ترکی سلفی کرده بود، اما به تاجیکستان آمد نامد کسی خبر ندارد. فقط همون سلفیش رو، سلفی وزیر دفاعی تاجیکستان رو دیدیم. تمام. با 92 میلیون دلار 1000 عدد پهپاد انتحاری شهیدی ایرانی خریدن ممکن است. حالا ببینید در جنگ روسیه بر ضد اوکراین چقدر اوکراین ها رو همین پهپادهای ایرانی سراسیمه کرد. به عقب نشینی مجبور کرد. چقدر برای روسیه پهپادهای ایرانی کمک کردند. ما یگان تا داریم؟ نداریم. از استحصالش در تاجیکستان خبر دادن، سلفی کردن، کدام انبار رو برده نشون دادن، گفتن در اینجا پهپادهای ایرانی استحصال می شود. تاجیکستان رو نشون دادن. اما استحصال شده ایستاده است، نشده ایستاده است، کسی نمیداند. وقتی اوکراین ها گفتن که پهپادهایی که ایران در تاجیکستان استحصال میکند روسیه بر ضد اوکراین استفاده برده ایستاده است، تاجیکستان این را انکار کرد. گفت که ما به روسیه این گونه چرا انتقال ندادیم، این گپ نادرست است. پس این طور که باشد همون پهپادهای ایرانی که شما در تاجیکستان استحصال کرده ایستاده کجا شده ایستاده است؟ یک رکلام کنید. نیستی چی. فقط کدام انبار رو تخخونه رو برده نشان دادن، خودشون سلفی کردن، با همین تمام. برای چی این سلفی ها؟ برای چی وزیر دفاع تاجیکستان رفت با بایرقتر ترکی سلفی کرد و کدام انبار رو برده نشان دادن در تاجیکستان سلفی کردند؟ برای آن که کشور همسایه ما قرقیزستان یعنی ولایت همسرحد با شمال تاجیکستان ولایت بادکند را در حالت حربی نگاه می‌دارد. گوبرناتور بادکند شخص امنیتی است، گنرالی امنیتی است گوبرناتور بادکند و تقریبا اکثر دارایی‌های حربیش را به ولایت بادکند روان می‌کند، قرقیزستان همسایه. و خبرهایی که میگوید ما بایرقتر خریدیم، ما سلاح جنگی خریدیم و همش درست است. آنها سلفی نمیکنند، آنها در اصل نشان میدن و در جنگ هم استفاده بردند. مسجدهای ما را تخریب کردند، خانه های مردم را زدند با بایرقتر، نشان دادند که واقعا بایرقتر دارند. ما فقط میریم سلفی کرده گشته میگوییم تمام. اما در همین حالت ما از شرم پس اومدن نمیخوایم، میریم سلفی میکنیم. لیکن رئیس جمهور به خودش حق میدهد با 92 میلیون دلار هواپیمای پرزیدنت مکزیک را خریداری کند. شما نگاه کنید. با 92 میلیون دلار هواپیما خریدید. در اصل امام الرحمن در
سیاست بین المللی تقریبا یک مخاو است، یک مخاو، یعنی شخصی که هیچ کس دعوتش نمیکند، سفری رسمی زیادتی ندارد، هر روز که در سفر نیست، سال ماه یک بار سفر میکند یا نه، اکثری سفرهایش به همین کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل است. هواپیما رو چیکار میکنه؟ هواپیمای شخصی رو چیکار میکنه؟ به هیچ جا راه نداره، هیچ کشور قبولش نمیکنه. به این هواپیمای 100 میلیونیش که تنها مصرف سوزشواری و خدمترسانی فرودگاهی و فضایی هر پروازش نه کمتر از $50,000 ارزش دارد، با همین حالت میتواند به خوجان سفر کند با این هواپیما، بگذار به کولاب سفر کند، رفت به شهرهای روسیه، یک دو مسکو آمده رفته میستد. برای همین هر یک سفرش مصرف هواپیما از $50,000 کم نیست. در حالی که اگر بسیار دلش میخواهد هواپیمای خصوصی داشته باشد، میتوانست هواپیماهای کوچک خریداری کند با ارزش $5 میلیون، $10 میلیون. قیمتش هم کمتر، مصرفش هم کمتر. آقای امام علی رحمان، ما به فرزند شما آزاده رحمان برابر هستم. واقعا شرم می آید و به خودم روا نمی بینم که به شما که به فرزندتان همسن سال هستم به شما نصیحت کنم، به شما راه نشون دهم، به شما گپ زنم. لیکن ببینید، فرض کردیم در یک خانه کمبغل که به یک زپراش خریدن پول نداشت، یکی در خانهش جیپ پیدا می شود، لند کروزر پیدا می شود یا لنج روور پیدا می شود. همینه چه خیلی تصور میکنید شما؟ همین همسایه ها چی میگن؟ همسایه ها واو واو ها میگن یا مسخره میکنن؟ پول جای افتی نمیگن، گفته نمیپرسن. در یک خانه قمبغل که دویم از این همسایه نان میپرسد، از وی همسایه نمک میپرسد، از اینش گوگرد میپرسد، به یک زپروش خریدن پولش نیست، یکی در خونهش ماشین جیپ پیدا میشود. همین رو چه خیلی احساس میکنید شما؟ شما رهبر یک کشوری هستید که این کشور صدقه خور است و این گرد اطراف به ما مگر نمیخندند؟ به این $92 میلیون با ارزش $1 میلیون 92 کارخانه ساختن ممکن است. حالا این کارخانه های دوزندگی که شما رفته قیچی میبرید، با قیچی سرناکتون میبرید، $10,000 $15,000 $20,000 ارزش دارد. 10,000 روید 100,000 با $1 میلیون 10 کارگاه دوزندگی ساختن ممکن است. کارگاه دوزندگی همین در عمرتون حالا این خیلی نکشده، در عمرتون حالا کارگاه دوزندگی که ارزشش مصرفش $100,000 بوده باشد شما نکشده، یعنی در عمرتون نکشودگی کارگاه دوزندگی رو به $1 میلیون این $92 میلیون 10 تا میکشوید. ما اشیای خام صادرات میکنیم، خودمون کارکرد نمیکنیم. پخته ما 70% میگوید، 80% میگوید اساسا همچون اشیای خام به خارج میرود. با این 92 میلیون مگر نمیشد که
با 10 میلیون دلاری 9 کارخانه کارکردی پخته ساخته شود یا یک کارخانه بزرگی کارکردی پخته ساخته شود. رساندگی، بافندگی، متا. چرا نه؟ دلتان آش تروشک میکشد، پایتان لب گور شده است. مگر همین من برین همسین سال فرزندتان به شما این گونه ملاحظه داشته باشد برایتان عیب نیست؟ شرمتان نمی آید؟ ببینید حالا وقتی که شما این هواپیما را خریداری کردید، او پرزیدنت مکزیک گفت که برابر شرطنامه بستن 92 میلیون دلار را تاجیکستان درحال به ما گذراند. 92 میلیون دلاری که شرطنامه شده است برای هواپیما گذشته است. ولی هواپیما رفته است به تاجیکستان، نه تعیین اینها نقد پول را گذراندگی هستند. مگر رهبری مکزیک، پرزیدنت مکزیک دروغ گفت؟ ببینید رئیس جمهور مکزیک میگوید که با پول هواپیمای فروخته‌اش 2 بیمارخانه میسازد. 2 بیمارخانه میسازد. با این پول در تاجیکستان چیکار کردن ممکن؟ با این پول در تاجیکستان 2 تا نه بلکه 10 بیمارخانه یا مکتب ساخت. با این 92 میلیون دلار. یادم هست مسجد نوری ایمانی جماعت دیهات پانغاز که من زاده همین دیار هستم در تاجیکستان واهمه شده بود. من میدونستم که 2 میلیون دلار پول صرف شده بود. شنیده بودم مسجد دوملا عبدالرحیمی پانغازی 2 میلیون دلار پول صرف شده بود. یک مسجدی واهمه ای، شاید از اینترنت ببینید، یک مسجدی واهمه یکی از مسجدهای زیباترین تاجیکستان است. 2 میلیون دلار صرف شده بود. از روی شنیدیم. شما تصور کنید مثل همین مسجد با کندکاری هایش به طور کلاسیکی نقش و معماری هایش خیلی عجیب است. از کجاها استاها آمده کار کردگی هستند. اما هر یک مکتب اگر با 2 میلیون دلاری ساخته میشد، هر یک مکتب با 2 میلیون دلاری ساخته میشد در تاجیکستان، با 90 میلیون دلار، با 92 میلیون دلار 46 مکتب ساخته به استفاده داده میشد. 46 مکتب. حالا در ده های تاجیکستان طلبه های مکتب در وگان تحصیل کرده ایستادند. در ده های روستاهای تاجیکستان طلبه های مکتب در وگان ها، در ویرانه ها تحصیل کرده ایستادند. حالا نیاز به نشان دادن آنها نیست. همه میدونید 10 بار نشان دادگی هستیم. رسانه ها رو کووید میابید. در همین حال وجدان یک رئیس جمهور به این میپردارد که به خودش پزولیت میکند. گفت روزها که هواپیمای شخصی داشته باشد. یک بار دیگر همین هواپیما رو این هواپیما به دیگر چیز استفاده برده نمیشود. نه این هواپیما درونش رو بینید، سالنش رو بینید. سالنش مخصوص برای پرزیدنت ساخته شدگی است. سالن این هواپیما. دیده ایستادید؟ جوی نشست همه طرفه برای مخصوص برای پرزیدنت یا یک شخصی بلند مرتبه یا اون بیزنسمنی کلانی داراییش میلیارد دلاری
ساختگی شدگی است. من ببینید لوپس اوبرادور، همین آدمی که گپ زده شده است، پرزیدنت مکزیک، میگوید که باید حکومت ترکیه در 10 روز آینده این هواپیما رو از مکزیک بیرون برد. این هواپیما رو ببینید همین خودی همین پرزیدنت سپارش نداده است. هواپیما با سپارشی پرزیدنت سابقی مکزیک سپارش داده شدگی است. تا هواپیما ساخته شدنش او از وظیفه رفتگی است. پرزیدنت دیگر اومدگی است. او پرزیدنت دیگر هم به استفادهش یعنی وقت نیافتگی است. این پرزیدنت سوم است که در وقت حکمرانی این یعنی فروخته می شود. یعنی سه پرزیدنت هرچند هواپیما رو دارای هواپیما شدند، سه پرزیدنت به خودش حق نداده است، شرم داشته است که هواپیمای شخصی استفاده برد، هواپیمای مخصوص پرزیدنت استفاده برد. حتی کشورهای ابرقدرت پرزیدنتشان شرم میدونند، به خودشون حق نمیدهند که با هواپیمای شخصی سفر کنند، چون ناموسشان میآید. اما ما کی مصلحت داد به همین رئیس جمهوری؟ ما یگان با آمارتان در دست تمام روی جهان هست. از اکثر کشورهای ابرقدرت شما صدقه میگیرید. با وقتی که شما با هواپیمای شخصی به این کشورها سفر کردید، همین چی خیل است همین حالتتان؟ رنگ یک تنتکی همین گرنگ خودتان رو به گرنگی زده رفته آمدن میگیرید. شما این خر بخریش پوست میپرتاید به این حال، سرش رو برداشته نمیتواند. این شما رو کیها تنتک کرده ایستاده است؟ من حیران. یک آدم، یک نفری که 30 سالتون به یک جای رفته است، باید تجربه 30 ساله حکومتداری دارید، رهبری دارید. 30 سال به کرسی رهبری یک کشور نشستگی آدم نخواد عقلتون تا همین درجه باشد. باز این نانخوران شما میگویند سیاست خردمندانه پیشوای ملت. مگر همین سیاست خردمندانه است؟ در کجای شما خرد است؟ من نمیدونم. خرد یگان چیزی میخوردگی نیست که انسان بخورد و خردمند شود. حالا ببینید روغن پول کافته شده برای روغن، نه؟ همونه که بسر سینهش میزد میگفت ما روغن رو با همون قوه داخلی، با دارویی داخلی میسازیم، با تکه به مردم میسازیم، مردم خودش میسازد، ما با پول خودمون روغن رو میسازیم. همین گپ ها رو گفتگی مگر امام علی رحمان نبود؟ بود. امروز گپش چه شده است؟ من سپارش دادم که برای ادامه ساختمان نیروگاهی برق آبی روغن باید سرمایه گذار جستجو کرد. این گپ هم گپ امام علی رحمان. شما چی؟ شما به سر سینه زده بودید، گفته بودید که با پول خودمون روغن رو میسازیم. امروز چی شد؟ به سرمایه گذاران خارجی مراجعت کرده ایستادید. یک سرمایه گذار 1 میلیون میتید، یکش 500,000 میتید، یکش 2 میلیون، یکش 3 میلیون. به چند تا این سرمایه گذار مراجعت کنید 92 میلیون دلار میشود. به چند تایش سرخم کنید 92 میلیون دلار میشود. جناب پرزیدنت، چرا ما شما رو در رأس یک کشور خود دیدن نمیخواهیم؟ برای اینکه شما اسرافکارید، نفستان بد است،
بدنفس هستید و تمام درویی کشور رو در قبضه خود گرفتید، سیر نشدید. حالا میخواهید با هواپیمای شخصی از دوشنبه به خوجند پرواز کنید. خیر یک بار بیایید و خیر به همون مثلا گریم ماشین های زمینی یک چغزده گفتی خوجندی و یک چغزده بیتان یک بینید راهی لاف زده میگشتگی چناق دوشنبه را همه کشورها درباره گداگی تاجیکستان گام میزنند، درباره صدقه دادگیشان به تاجیکستان گام میزنند، از صدقه دادگیشان منت میکنند. منت صدقه خوری، منت صدقه دهی کشورهای جهان به تاجیکستان به گردن مردم بار است. گجای نرود مردم رو همه قبول میکنند. حالا شما یک بار مثل رهبران پادشاه های قدیم یک سر و لباس جنده پوشیده یک بار برابر مردم یک به مسافرت بیاید، یک به روسیه بیاید، یک رشوه رسیدگی کمتر تا اینکه امام علی رحمان بدنتان را نشناسند. یک بار بیاید ببینید مردم را چگونه پرزیدنت این خیل پرزیدنت اون خیل گفته ملامت میکنند. از برای شما چقدر مردم سرخم است. یک بار همه چیز در دست خودتان کو، یک پاسپورت شناسنامه دیگر کنید با شناسنامه دیگر یک بار بیایید روسیه، دور نروید مالش اروپا نبیایید، یک بار بیایید روسیه یک پتنت کنید، یک بار مسکو بیاید او سخارو بود چی بود اونجا بروید یک پتنت گیری حرکت کنید، نوبت پایید پتنت کنید، پتنت پلیس پورید، یک غشت کشونید، لوی کشونید. یک بار ببینید دوره قدیم پادشاه ها همیخیل میکرد است که برای فهمیدنی حالت رعیت یگان یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه جامعه های جنده پوشیده بین مردم میبر اومدند میپرسیدند این پادشاه چه خیل است، رئیس جمهور چه خیل است، کنی یک شما هم حرکت کرده بینید چی از دستتون میباید یا نه شما به کشت گندم در روی گلیم میروید. تنتکی هم حد داشتگیست. به کشتزار به زردالوزار شما در روی گلیم میروید. حتی یک روزینه مهنت دهقان را حس کردن نمیخواهید که به زمین یک بار پایتان را مونه در زمین یک راه گردید در داخل کشتزار که احساس کنید در این کشتزار چگونه دهقان قدم میماند. نه شما این کار را نمیکنید، حتما در روی گلیم میروید. حتی بین دو دهه شما با چرخبال میروید، با چرخبال حتی با زمین راه نمیروید، مبادا به او چقری ها بلانی ماشینتان میافتد که سلطو میخرید، یعنی جان شیرینتان ناآرام میشود. ببینید تا چه اندازه شما جان غنیمت هستید. در این حالت جان غنیمتی شما چگونه میتوانید در غم ملت باشید؟ یک نفر تا این حد جان غنیمت حتی به کشتزار در روی گلیم میرفتگی چگونه میتواند غم ملت را خورد؟ چگونه میتواند در غم ملت باشد؟ آیا همین شدنی است؟ با واهمه میکنید میگوید که گرسنگی میبیاید، گرسنگی میبیاید، قشاقی میبیاید. من برنامه
عضو قواری سازمان ملل متحد اعلام کرد. سال 2023 با سال قحطی یک خودتان را حضرت یوسف میگیرید، یعنی پیشگویی میکنید تپک جمع کنین، حاصل یعنی ذخیره 2 ساله جمع کنین. خودتان چی؟ فرض کردیم شما برای خانه ها گفته ایستاده اید، انا همین تاجیکستان خانه شماست. هر یک فرد تاجیکستان در خانهش پرزیدنت همه خانه است. یعنی در علم جمعیت شناسی میگویند که دولتداری از خانه‌داری، یعنی از همون عائله‌داری سر می شود. حالا به عائله‌دارها، به عائله‌ها، به خاندان‌ها شما گفته ایستادید که ذخیره 2 ساله جمع کنید. شما هم خانه‌دار هستید، یعنی انا همین تاجیکستان خانه شماست، مسئولی همین تاجیکستان شما هستید. آیا ذخیره 2 ساله نه، 1 ساله نه، تاجیکستان ذخیره 6 ماهه دارد یا نه؟ وقتی که شما به مردم این فرمان را میدهید، همین سوال رو به خودتون آیا داده میتونید یا نه که همین امام رحمان غمی 2 ساله تاجیکستان را خورد، ذخیره 2 ساله تاجیکستان را خورده است یا نه؟ نه، 1 ماه ذخیره نداره تاجیکستان. چرا؟ برای آن که همین تاجیک مطلوبات یگان فونکسی رو اجرا نمیکند. وقتی که در بازار یک چیز رو به قیمت شوی آورد، رو به نرخش گران شوی آورد، پیشش رو یگان چیز داشته نمیتواند. تاجیک مطلوبات ضعیف است. برای چی؟ ذخیره ندارد. کسی از واتساپ زنگ زده شده است. الو، گپ زنید برادر عزیز. لبای و علیکم السلام و رحمت الله. بله بله، شما در پخش مستقیم هستید. بسیار خوب برادر عزیز، بفرمایید. کس سوال دادید یا ادامه میدهید گپتون رو؟ سوال دارم. تمام همین به همین گپتون جواب دهم برادر عزیز؟ تمام. تشکر. واقعا همین سوال برادر بجا است. آیا ما رو کسی مجبور میکند که همین گپ ها رو بگوییم؟ آیا ما مجبور هستیم که در این باره گپ زنیم؟ برادری عزیز، هر کس که برای یک تینی ملتش، برای یک درهمی ملتش بی‌پروا است، او عضو این ملت نیست. مثلا حالا ببینید، ما درباره 92 میلیون دلار گپ میزنیم. با 92 میلیون رئیس جمهوری تاجیکستان از رئیس جمهوری مکزیک هواپیمای شخصی خریداری کرده است. آیا معاش چند ساله یک رئیس جمهور میتواند 92 میلیون دلار باشد؟ یک، ما میدونیم که رئیس جمهور به این رئیس جمهور حق خواسته خریدن ندارد. ببینید، رئیس جمهور یک کشور، رئیس جمهور یک کشور مترقی مکزیک به 20 کشورهای صنعتی جهان داخل می شود. به خودش حق نداده است که هواپیما داشته باشد. به این هواپیما شرط داشته است که از این هواپیما استفاده برد. گفته است با پول این هواپیما من 2 بیمارخانه میسازم. یکی از کشورهای صنعت، یکی از 20 کشورهای صنعتی جهان. این هواپیما را که خریده است، یکی از 20 کشورهای قشاق‌ترین روی دنیا، تاجیکستان. شما وقت سوال میدهید برادر عزیز، معلوم شود که معلومات کافی ندارید. اگر بیایید وقت رو صرف نکنیم، تاجیکستان و کشورهای بسیار خوب برادر عزیز، کشور قشاق گفته کدام کشور رو میگویند؟
تمام. شما جواب دادید، از کجا میدونم؟ دویم سوال برادر حاضر میگیرید. دویم سوال، آیا تاجیکستان کمکی بشردوستانه میگیرد یا نه؟ تاجیکستان کمکی بشردوستانه میگیرد یا نه؟ به تاجیکستان کمکی بشردوستانه داده می شود یا نه؟ از دیگه دولت به تاجیکستان کمکی بشردوستانه می آید یا نه؟ گومانیتارنی پومش میگیرد؟ بله. انا همین کشور گومانیتارنی پومش میگیرد، کشور کمکی بشردوستانه میگیرد که قشاق است. قزاقستان قشاق، ازبکستان قشاق، همه دولت باشد. نگاه کنید، گوش کنید برادر عزیز. شما ازبکستان را شناسایی کنید، قزاقستان را شناسایی کنید، حتی قرغیزستان به کشور کمک گرنده داخل شدگی نیست. حالا درباره ازبکستان و قزاقستان گپ نزنید. قرغیزستان همین سال به کشور کمک گرنده وارد نشد، چونکه درآمد سبد استعماری یک روزه شهروندش از $2 بالا شد. فهمیده سودید؟ انا برای همین قرغیزستان حتی کمک بشردوستانه نمیگیرد، چونکه سبد استعماری یک روزه شهروندش از $2 بالا شد. از تاجیکستان باشد از $2 کم. برای همین تاجیکستان کشور قشاق حسابیده می شود. وقتی که شما همین عادی ترین معلومات رو نمیدونید، میتونن شما رو توسط تلویزیون، توسط رادیو مخشویی کنند و چند بیناها رو نشان بدهند، بگویند که ما کشوری پیشرفته هستیم، بیشتر روی زمین هستیم، این هستیم، اون هستیم، و اما درون خانه شما، دسترخوان شما از حساب کیسه مهاجر پر می شود، نه از کارتان در داخل تاجیکستان. انا برای همین برادر عزیز، برای همین از شما پر می شود، برای از شما یک مهاجر دولت تاجیکستان تو همه تمام نیروی دولت دنیا در فدراسیون روسیه مهاجر هست، تمام نیروی دولت دنیا. بله درست است، اما مهاجری تاجیکستان مهاجری اجباری است، برای آن که مهاجر برادر عزیز میتوند با کسبش باشد، میتوند با اختصاص خودش باشد. اما یک مثلا گریم مهاجری تاجیک رو مهاجری برابر دیگر کشورهای جهان گفتن نمیشود برادر عزیز. مهاجری تاجیکستان مجبور میشود هجرت میکند. مثلا گریم شما اختصاصتون معلم است، وقتی که در تاجیکستان معاشی ارزنده میگیرید، وطنتون، پیش فرزندتون، اهل عیالتون، خاندانتون، شما میپرتوید همین رو مهاجرت میروید؟ نه نمیروید. نفرانی که وارد شدن پیوست کنید. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان ایدایم الله حفظ کند. زنده باشید. من برای همین چاپوسو گفتم که برادران نبروین اینجا خودتون شرمنده نکنید. زیاده از 3 میلیون نفر از تاجیکستان رفتگیان مهاجرت، زیاده از 2 میلیون در روسیه قرار داریم. آخه همین الله لعنت کنه داخل همون $92 میلیون 2 میلیونش برای همین خلق اگر مصرف کنه، ما مهاجرات در عذاب نمیشیم. و بعضش میگن که همه دولت مهاجر دارد. بله همه دولت مهاجر دارد. و شما میدونید که کنسولگری های دیگه دولت ها چقدر خلقشون رو دستگیری میکنند. اما بسیار که رفتی دستگیری نمیکنن، میگن بزن برای اینجا. من هم میخوام که در وطنم باشم، من هم میخوام که نه زندگانی کنم در وطنم. من بیزار شدم این مهاجرت داخلی. این $92 میلیون این گپی، این سومی کم نیست داخلی. نیست یکون چاپوسو آخه. بخیر سلام علیکم. الو بفرمایید. گپ زدن گرید. این به شما گفته شدن که نه ما چاپوس نیستیم،
همین چاپلوسا به عقلن دیگه شهرها میآیند مهاجرت هستن لیکن آبرو دارن وقت تاجیک در هیچ آبرو نداره بله پرتا دیوانن چاپلوسا 100%. ما به آذربایجان آبرو روی داره ما آذربایجان این همین جمعه کرده آبرو داره و پد نه داخل حیوان که نباش تاجیک آبرو نداره تاجیک یعنی همین آنها شاوره ورود همین مادهش لطی بین پاش میکنه تا سبحان الله این سمالیات چه؟ این سمالیات چه؟ یا انکدوت ایکو یا گایی بچهش میم برا پایان شد صدای شما در برنامه شنیده نمیشود خب تا این وقتی که نفر دویم رو پیوست کن میکروفون نفر اولی که گپ زد خاموش کن یکتا بالا کن همشون رو پایان کن همشون رو پایان کن همه آنهایی که همشون رو پایان نه از استودیو پایان کن همشون رو پایان کن یک نفر یکتا سرته نفر دویم رو سرته گپ زنید برادر علی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله با خیالم آوازم نرفته یکم بار نه صدایتون هست بفرمایید ما اون اول گفتم که اخیر همین 92 میلیون دلار و 2 میلیون دلار شب ما همین برای مهاجران نه برای خلق تاجیکستان برای مهاجران نه برای خلق تاجیکستان کلان مصرف میکرد کم تر قشوقی میبرم میها میبرم میگن دولتی دولت‌های دنیا در حساب میره تاجیکستان چی روشون سیاه میکنن میبرن نه میگن اخی 92 میلیون دلار این هم نمیدونم اینا چه خیلی بگیم اخی سومی در حقیقت سومی کلان اخی زیاده از 3 میلیون از تاجیکستان رفتگیان مهاجرت زیاده از 2 میلیون در روسیه ما را یگان خیلی کنسولگری ها یگان خیلی دیاسپورا ها دستگیری نمیکنه وقتی که سوم نمیتی یگان خیلی دستگیری نمیکنه سلام علیکم میگن سوم تفته با این چاپوسا میبرن طرفداری میکنن آخه اول این پرابلم ها رو حل کردن در کار کوخی ما هم آدمه ما هم رنگی همون رستم رنگی همون اسماعیل و دیگران ما هم آدمه ما هم فرزندی پدر مادره ما الحمدلله درست برادر اینگه خیلی شما تیمای خوب و بحث نازید ماشاءالله الله هستون کنه دکه جان در امان خدا باشین تشکر زیاد به شما نفر دیگر رو پیوست برادر محمد خوش آمدید به برنامه بفرمایید برادر محمد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر بفرمایید امیدوارم خوبه دکه شفقت جان میکروفونتون فعال نیست صدا میرود های صدایتون اومد بفرمایید همین نصیحت های شما گوش کردیم 1 ساعت زیاد شد این آدم 40 سالی دیگر نصیحت کنه دیگه اون گوشش نمیداره بله همین رو گفتم که چخیل بشن مثلا این یک راه هست که توجیک سرجم شوند اکای شفقت با فرزندش برابرن به اون نصیحت میکنن تو این حد خودش رو پایین فرآورده است صدا یگون چیز گفتنی هستید برادر محمد بله من گفتنی هستم که باید مردم اکنون سرجم شوند اینا یا نصیحت نمیشه کردن خور کشوره دیگر راه نیست
بله درست است. مهاجران باید اکنون با بسری از جنگ رفته ایستاده است در روسیه، با از همه بیش تاجیکا شهروند روسیه شده است. یه شرمندگی است. رفته قتل شده است، همه قتل شدن با گردن گرفته ایستاده. بله بسیار معلومات ها شما رسانه‌ای میکنید در صفحه فیسبوکتون من میبینم. درست است. حالا ببینید برادر محمد، نگاه کنید مجموع محصولات داخلی مکزیک، یک معلومات به شما برادر عزیز، مجموع محصولات داخلی مکزیک در سال گذشته در سال 2022 بیش از 2 تریلیون و 890 میلیارد دلار را تشکیل دادگی است. 2 تریلیون و 890 میلیارد دلار مجموعی محصولات داخلی مکزیک در سال 2022. اکنون نگاه کنید مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان 8 میلیارد و 800 میلیون دلار است. اکنون اگر این چند برابر تاجیکستان می شود؟ تقریبا نزدیک به 330 برابر، یعنی اقترش 328 برابری تاجیکستان است. مجموع محصولات داخلی مکزیک، یعنی مجموع محصولات داخلیش 328 برابر بزرگتر از مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. برای یک چنین کشوری پیشرفته خریدن مثلا گریم یک هواپیما به 100 یا 200 میلیون دلار هیچ نیست. مثلا برای مکزیک یا برای تامین مصرف پروازهایش مکزیک یگان عذاب نمیکشد. اما با این وجود رئیس جمهوری این کشور میگوید که نه، من به خودم حق نمیدهم که با اسرافکارانه با هواپیمای شخصی پرواز کنم. یعنی پول انداز مردمش رو برای پروازی خودش، برای راحت خودش شرم می‌دارد که مصرف کند. ببینید حجم مجموع محصولات داخلی به سر اهالی در مکزیک بیش از 11 برابر تاجیکستان بزرگتر است. یعنی به سر اهالی حجم مجموع محصولات داخلی مکزیک را دیدیم 10,045 دلار بوده است. تاجیکستان چی؟ 897 دلار. 11 مرتبه کم. یعنی ساکنان مکزیک از ساکنان تاجیکستان در عموم 11 برابر ثروتمندترند. داراییشان 11 برابر زیاد است. اما حکومت این کشور نمیخواد از ثروت مردم برای کامفورت خودش استفاده کند. به خودش حق نمیدهد. ببینید برادر محمد، گپ در کجا است؟ حالا میگویند این گپ رو به شما کی یاد میدهد؟ جگرت سوزد وقتی میبینی از کیسه یک کس تو مرده روز نگفته شب نخفته مبلغ جمع میکنی، میبینید یک کس از کیسه زده میگیرد. این کار رئیس جمهوری تاجیکستان همین خیر شده ایستاده است. محمد گفتنی دارید برادر؟ بله من گفتنی هم که اکنون همین 25-30 سال در بدری خاکبسری بس اکای شفقت جان، باید این مردم اکنون با وطن برگردن. حوضی خیلی وضعیت بیزه در روسیه تا رفته قتل شدن خوبش روان. حوضی مجبور دارن ویدیوهاش نشر کردیم، مردم مجبور دارن که جنگ روان گفتن. این جنگ که تماما مو نه فایدم بیارد و نه بهبودی میکنه. لکن شفقت تشکر زیاد به شما برادر محمد.
مردم یک برگردن انشالله همین ظالما دفع شوند بر روند مهاجرت چختره روند گشته کار میکنن یا از داخل کشور کار میکنن این اختیارشون. بله تشکر جان برادر زنده باشید. میگن که بسیار که جان دیگه دولت ها مهاجرت نداره چی آخی مهاجرت داشته باشه اونا صاحب دارن به صاحب نیستن. این اون بچه دستش نروشنیک زدن بردن حتی یک کارگری دولت نزدیک نشد اما سفارت خانه باید میرفت میپرسید چی حال داریم. بله درست. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. تشکر زیاد. نفر بعدی. آزادی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامتی خوب است. خوب تشکر با شما. اکای شوقت جان ما فکر میکنیم که امی خلق تاجیکستان یگان بار فکر نمیکند که امین جنوبه چیه با خلق ما چقدر امی دهشت و غورت و همه چی آورد لیکن ما یک بار فکرم نمیکنیم 20-30 سال قریبی چی بیدادگری چی دولتداری آخی ما خودم فرد از بدخشان هستم این خلق تاجیکستان همه جا نیست کرد این ما رسیده آقا فکر میکنم این ای همه بیچاره ترین ای همه چی امی خلق خودمون است باور که به نام خدا لیکن خلق خودمون فقط میگه ای اوزی آباد میشه اوزی آباد میشه اوخی کی آباد میشه ما چی کنیم که امی دولت ما امی آباد شوه من نمیدونم چی کار کنیم ما فقط تعریف و اساسگذار و کیم چی و اوخی دی فایده ندارد ما دیدیم چه خلق ما در اینجا میکشند چه مردار را روی میکنی امی سفارت باشه نباشه یگان فایده نیست فقط اگر پاسپورت علیش شود سوم در کار یگان چی دیگه سوم در کار آخی بس بود است امی چی کار چی من نمیدونم من خیال میکنم که امی خلق ما تا که امی سرجم نشود ما نمیتونیم امی دیکتاتور امی فیرور ای بین بریم به نام خدا و خلق بینه 92 میلیون ده برای خودش برای کیف و صفای خودش انا سمالیات خرید نه خو عقل مو نمیرسد اگر نه یک بار خلق خودتون نگاه کنید چی کار کرده است نه خو نمیفهمید شما خیر کی شوقت جون رحمت هم قبول تشکر زیاد برادر عزیز. نفر بعدی رو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ای کلاغا و زمخمون سمالیات خرید داده همش پول مهاجرا بله 92 میلیون دلار رو از کجا میبرد از همش پول همه آبادی کده میگن همش پول مهاجرا که آبادی کده سیا مهاجرا اگر دو ماه پول رو اینه کنه بانک وابشه در خود نداره دیگه این چاپلوس هایی که جو میدونه گفته که اینجا ده خر و مردم چی میکنه میگیر روی میکنه بانکو محکمه میگن پول نیست میاره بیچاره ای او سینیمات میکنه پولش راسین میگیره همه شد موی خودشه این با این همی لیش در خراسان نم خالی رفته سه نویه خراسان ده میدروی بانک میگه پول نیست او سود آدماش دیگه پول دوسته ای کارتات پول سینیمات کسه تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. حالا ببینید برادران عزیز استفاده هواپیمای شخصی را بسیاری از رهبران کشورهای مترقی برای خودشان ننگ میدانند و حتی اکثر وقت چندین مراتب دیده شده است رسانه‌ای شده است که پرزیدنت یک کشور رود با خطسیرهای عادی در برابر مردم در پهلوی مردم ایستاده سفر کند سفرهای کاریش را با خطسیرهای همون عادی انجام بدهد رهبران بیشتری کشورهای اروپایی از جمله کشورهای ثروتمند مثل اتریش چخیه
شویتسیا، نیدرلندیا، هنگام پرواز به خارج با همین خط‌سیرهای عادی که ما پرواز میکنیم در قطار مردم بلیت خریده پرواز کردگی هستند. شاید بلیتشان رو حکومت خریدگی است، لیکن به همون نرخ یک نفره که پرواز میکند. اگه شما تصور کنید یک هواپیما 200 نفر رو میبرده باشد، گنجایش 200 نفر رو داشتگی باشد، به جای 200 نفر یک نفر پرواز کرد. اگر 100 نفرش مصرف شود و 100 نفرش فایده باشد، یعنی به جای مصرف یک نفر رئیس جمهور یک بار پرواز کند، مصرف 100 نفر مصرف می شود، یعنی 100 نفر مصرفش از بین می رود. بارها ساکنان کشورها، همین کشورها وقتی که پرزیدنت رئیس جمهور یک کشور میبرد در پهلوی یک هموطنش نشسته سفر میکند، سلفی کرده که اصلا ببینید پرزیدنت من در پهلوی من نشسته است، به من این افتخار میسر شد که من این افتخار داده شد که پرزیدنت کشورم در پهلوی من نشسته سفر کاری انجام میدهد. حتی در بدترین حالت این چنین کار را رئیس جمهوری ما نکرده است. اما رئیس جمهوری سابق قرقیزستان سورونبای ژینبکوف یادتون است، به نیویورک با خط‌سیر عادی سفر کردگی بود. ما در یاد داریم که رئیس جمهور کشور ما که ما چندین وزنینه ها را اثر گذراندگی هستیم، در همین حالت های وزنین اقلا این کار را کرده باشد. نگاه کنید، حتی زمانی که تاجیکستان به مشکلی چشمگیری سوخت هواپیما یعنی سوزشواری هواپیما روبرو شدگی بود، 10 پرواز به تأخیر افتادگی بود. سوزشواری نیست، هواپیما پرواز کرده نمیتواند، خط‌سیرها لغو میشدند. حتی برای پرواز به خوجند رئیس جمهوری تاجیکستان برای یک خودش تنها از هواپیمای بزرگی بوئینگ 737 و 800 استفاده میکرد. هواپیماها مواد سوخت نیست، پرواز کرده نمیتونند، مردم به مهاجرت برده نمیتونند. رئیس جمهوری تاجیکستان از دوشنبه به خوجند با هواپیما پرواز میکنند، یک خودش تا قبل. پس این اسرافکاری نیست. حالا ببینید، من در برنامه گذشته هم گفتم به همین رئیس جمهوری تاجیکستان من یگان خصومتی ندارم، نه به اهلش، نه به عائله‌اش، نه به خویشش، نه به پیوندانش، یگان خصومتی ندارم. اما من نمیخواهم همین نفر منبع در رأس کشور باشد، رهبر کشور باشد. حالا میگن این خیلی خدمت نشان داده است، به خلق این خیلی خدمت کرده است، صلح آورده است، این خیلی کرده است، اون خیلی کرده است. هرچند یک خودش طاقه همین کارها را نکرده است، من اقرار میشوم درست است، خدمت کرده است. لیکن حالا ریسورسی کاریش تمام شده است. هر یک روزی در سر قدرت بودن این نفر ملت را، تاجیکستان را صدها روز به عقب می اندازد، چون که تمام این ندارد هیچ چی دیگر. یگان پویشنی که ولیفیکاسیون نکرده باشد، یگان جا رفته درس ناموخته ایستادگی باشد، یگان کشورهای مترقی این و حالا خواهشی حتی اصلاحات کادری رو ندارد. کادرهایش همون پیرهای فیرتوتی دوران SSR، مشاورانش هم همون دیسرنت زده ها. خیر خودش که خودش گفتیم نیم مرده و نیم زنده است، لیکن
در اطرافش بودگی ها هم دیگر نمی شود. همان مثل خودش نیم مرده ها و از خودش با فراستر و از خودش با مهارتتر دانشمندتر را نمی خواهد در حکومت باشد، در تیمش باشد. چونکه وقتی که از این داناتر را مردم دید میگوید از پیشوا داناتر هم بوده است کو. یعنی تاجیکستان اینقدر فقط همین پیشوا نداشته است، از پیشوا هم داناتر بوده است. گفتگی گپ در کله مردم جا می شود و این رئیس جمهوری ما همین رو نمیخواهد و کوشش میکند هر کی در تیمش بیاید بیسوادتر از خودش باشد. پس گریز مغزها گفته کارشناسان نگرانی میکنند. گریز مغزها از کجا به میان آمده ایستاده است؟ از اون که شایسته سالاری وجود ندارد، فقط صداقت سالاری وجود دارد. آنهایی که به همین رئیس جمهور صداقت دارند، صدق دارند و دست پیش بر کرده میتوانند، همین ها هستند در اطرافش. حالا اکثریتش رو اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی نیستند بلا بپسشون، همونهایی که در شبکه‌های اجتماعی ظهور کرده اند نوشته هایشون رو میخونی، جهان بینیشان، طرز سخنرانیشان، طرز گپزنیشون رو میبینی، همین نمیدونی چه خیلی همه خودت رو پناه کنی، هیچ کس نبینده. زمین کفت درایی پوشیده شود دیگر ننمایی از شر. انا همین طور است که وقتی که همه دست پیشی بر شما درست میگوی، شما درست میگوی، شما درست میگوی گفت اومده ایستاده اند، این فکر میکند که همون از دهان مردم کشیده به 92 میلیون دلار هواپیما خریدنش هم درست است. بعضی ها گفتند، شرح دادند که این رو کدام یک فیرمه، یعنی کدام یک تشکیلات در تاجیکستان این رو خریداری کرده است، نه پرزیدنت تاجیکستان. گوش کنید، با کدام فیرمه در تاجیکستان بودگی به 92 میلیون دلار هواپیما لازم است؟ همین خیل پرزیدنت های کشورهای ابرقدرت به خودشان روا نمیبینند. در تاجیکستان قشاق همین خیل یک فیرم، همین خیل یک سازمانی هم وجود دارد که به خودش حق داده است به 92 میلیون دلار هواپیما بخرد. اون هم هواپیمایی که سالانش برای یک نفر آماده شده است. چکار میکند او؟ که این هواپیما رو کی استفاده میبرد؟ همین خیل ما یک تاجر داریم که به 92 میلیون دلار هواپیما بخرد و هر یک سفرش 50-100 هزار یورو باشد مصرفش. این خیل ما تاجر داریم، همین خیل شرکت ها هستن در تاجیکستان. نه، دروغ گفتن هم نمیتونید، دروغ گفتن هم نمیتونید. پولی بودجه که حقداری اساسیش مردم قشاق و نیمگرسنه کشور است، برای خرید هواپیمای لیوکس برای پیشوا در یک کشور دموکراتیک، در یک کشور مردمی پیشوا بوده نمیتونه. پیشوا و کشور حقوق بنیاد دو چیزی به هم ضد هستند. در کشور حقوق بنیاد تاجیکستان از روی کنستیتوسیه کشور حقوق بنیاد است و
تامین عدالت اجتماعی را کفالت داده است. در یک کشور یک خادم دولتی از حد خادم دولتی بالاتر می شود تا به درجه پیشوا رفته می رسد و به او امتیازها داده می شود. چند بار خواهی پرزیدنت شو، تا مردنت میتونی پرزیدنت باشی، حق پرزیدنت شوی داری. این خیلی حقا میدهند به او، حقی جداگانه داده می شود. این دیسکریمیناسیون نیست؟ دیسکریمیناسیون است. بله دیسکریمیناسیون است. و یعنی پرینسیپ حقوق بنیادی یک کشور از بین با وجود دادن این حق به یک نفر، پرینسیپ حقوق بنیادی یک کشور از بین می رود. یک پرینسیپ کانستیتوسیونی زیر سوال گذاشته می شود. برای این پیشوا گفته می شود پیشوا غیر قانونی است، غیر کانستیتوسیونی است. کدام احمق این مصلحت را داده است؟ تا روز قیامت جواب میدهد به مردم تاجیک. نگاه کنید. و همین آدم همین گرسوزده دیگ جوشد از روی خانه های سوخته مردم، گروه های سربازان شهید، بیمارخانه مکتب های فرو رفته ایستاده میگذرد. این توف میکند به همه این، با هواپیمای کامفورت پرواز میکند. بدیلش خونجیدن گوید، بدیلش همین چیز خونجیدن به حیران میشم. من گفتی اشتباه چی خیلی بدیلت میگونجد. اسکر هویت گشنه پرلافکا خورده گشتن، کرم شوربا، کارتوشکا جوشانک، کشوری همسایت بایرختر قطار کرده ایستاده از باوره به سرحد. تو یک بایرختر خریدن قدرت نداری؟ چی خیل همین وجدانت طاقت میکند، وجدانت میبردارد که خون مردم رو مکیده هواپیمای 92 میلیون دلار سوار شوی. همین یک زن از یکی از کشورهای اروپایی، یادم نامده ایستاده است، حضور بیادر تماشاگران عزیز، وقت زن یک زن برابر پرزیدنت شدنش همه ماشین‌های کورتژ پرزیدنت رو میفروشد. برابر پرزیدنت شدنش همه رو بفروشد. میگه یک پرزیدنت به این قدر کورتژ نیاز ندارد. در تاجیکستان چی؟ تاجیکستان پرزیدنت گذشت راه محکم، رفت راه محکم، آمد راه محکم. در یک روز چند ساعت روی گذری پرزیدنت بند می شود. نفری وارد شده را پیوست. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت، امیدوارم خوب باشه، سلامت باشه و تماشابینانی که امروز در برنامه شما تماشا دارن شما را به من سلام میرسونم. وارد این موضوع میخواستم یک فکر اندیشه خودم بیان کنم. وارد این هواپیمایی که 92 میلیون با رحمانوف، همون پرزیدنتی که تاجیکستان است، خریده است. اجازه شروع کنم. بفرمایید. آواز خوب است آقا؟ صداتون خوب است. من همین خبرها را خوندم و یکم فکر کردم درست که همین درست است. حقیقتا درست بود است. همین که 92 میلیون دان هواپیما را شخصا همین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خریده است. اما این 92 میلیون میتونست که همین پولا را برای کادرها صرف کند یا برای مثلا گیریم برای بسیار بیمارخانه ها دا نمیرسن همون چیزایی که مثلا گیریم ماشینای سکوری پوموش همین چیزا نمیرسد و میتونست که
ягон заводои хуб соза барои шаҳрвандо ҷои кор таъмин кунанд. ва ин корора ино масалан гирем ба карточҳои 7 8 9 10 мошино кати мегарданд, ҳамина метавонанд ки инами пулое ки ино дар ино расход мекунанд метавонистанд ки барои ягон беҳбудии мардум ҳамина сарф кунанд мешуд. аммо ин чизоро мо чанд боро дидем ва ин чизо намешаванд ва агар ҳамин ҳукумат рафтан гирад ба ин ҳукумат ҳеҷ чико карда намешавад. мо дуруст гуфтем ки мана нигоҳ кунед ки кадрҳое ки рафтан, кадрҳое ки ҳама кӯҳна кадрҳоанд, на гап зада метавонанд, на як барнома карда метавонанд, на як ҷода худшона нишон дода метавонанд, ба мисли ки масалан як тарафдори пешво ҳастанд, ягон кор карда наметавонанд. ин ҳамин пулора инами як фикр мекунам ки як мафия аст ҳамон Тоҷикистонда. ҳамин фақат кадоме ки ҳар шахсе ки ҳам пушти Раҳмоновро гирифт ҳамонҷа дар қудрат дар вазифа мемонад. Акай Шавқат нигоҳ кунед ки Акай Шавқат як чиз аст, мо худи ҳамо Раҳмоновро набинем, фарзандшам мебинем. Фарзандш Рустам Эмомалӣ, Набираву ҳар якта ино агар аз раҳои Тоҷикистон мегзаранд, раҳо медонед маҳкам шуда мешавад ё як полисейский пеш мераваду раҳоро регулировка мекунанд ки ягон кас халал нарасонад. ин чизоро мо ҳамаша ва як набера ба 4 5 6 мошин мегзарад, мутаррои ваёра мошинаи ваёра мебинем. аз куҷои қапул аст? ва ман ҳамин як савол барои ҳамон ҳукуматиё як бор як савол додам, гуфтам ки масалан ман ҳамин як блогер омада шумо дуруни аэропорт як набераи Раҳмоновро шояд шумо ягон талабаи ҳамин хатиба талабаи мактаба ягон бор экскурсия бурдагеду аэропорт? не, мегам мо ягон бор набурдем ягон талабара. пас чӣ хел мегум як набераи Раҳмонов метавонад дуруи аэропорт дар омада чӣ коре кунад метавонад кардаву ҳамин Исмоиле ки рафт дуруи як блогер встреча кард вай метавонад дар омадаву дигар як бор шумо як талабои ҳамин Тоҷикистона экскурсия бурда натонед дуроварда. намекунанд, ин короро намекунанд. Акай Шавқат ино дар фикри мардум нестанд. ино фақат дар фикри дар курсӣ чӣ хел наравем, чӣ хел мардума қатл кунем, битарсонем ва як ба тарафи ҳамин хел хомӯш беста, ҳамин зулм кати. ва мардум худаш бесавод неста ки мардум ҳама чиза дидестааст. ои то кадом дараҷаро меравад ки ҳақиқатан ҳамин як кас ки шурӯъ кард гап заданаш шумо дава рафта зулм кунед толи сари мардумда. мана марҳамат гирем агар фаромӯш накунам Михаил Матвеев депутати Россияи Думдума буромад гуфт тоҷико гуфт чаро ҷанг намераванд, мо бояд ино ба ҷанг даъват кунем раванд. чихе як депутати Россия ба фарзандони тоҷик чӣ кор дорад? ино агар ин қадр медоштанд ино гуфтанд ба фарзанди тоҷик чӣ кор доред? буромад роз гуфт ки тоҷико 4 5 фарзанд доранд. фарқаш чӣ? дар Русия фарқ чӣ аст ки тоҷико 5 4 диде ки он тараф даже моро рӯи дидан надоранд. Депутатои мо хомӯшанд, ягон кас гап намезанад. ин аст маълум аст ки мо зависимем. ҳамин Тоҷикистон аз Россия, ҳамин Россия набошад ин Раҳмонов кимкай рафта буд. ва ин 92 миллионе ки ҳавопаймое гирифт метавонист ки бисёр дар камбудии Тоҷикистон сарф кунад ҳамин чизора. дар бисёр деҳото намераса ҳамин скори мошин, скори помощ намераса. ҳатто ман дар бисёр намераса, ҳатто такси занг мезанам, такси то мебиёяд уже мурда шида касал тамом кард мон. нест ҳамин чимо дар дастрас нест ҳамин чизо. ҳамин чандин бор халқи ҳамин гап мезананд, мушкилишона гап мезананд, ино гӯш намекунанд. ҳамин 4 5 та чоплус аст, 4 5 та ҳамин тарафдорошон ҳамон мебуранд, ҳамон гап мезананд. мо аз ин аз парлумон, аз депутатомон, аз ягон ҳукуматдоро ягон касе намебинем ки буранд дар ҷа барномаода иштирок кунанд. барои ки ино мардумӣ нестанд. ака ино мардум интихоб накардааст. ин ҳамон пешвошон интихоб кардаашон мондаашо ки мара фақат бинед, тамом мара гап занед, тамом дигар ягон кас дига гап назанед, ба ягон кас кӯмак накунед, рӯстам накунед ба халқ. ташаккури зиёд бародар азиз. Акай Шавқат умедворум саломат бошед. ягон савол бошад марҳамат. зинда бошед. савол нест бародар азиз. ҳамин хел дар барномаҳо фаъол бошед. зинда бошед. майла албатта. саломат бошед. бубинед дӯстон, боз ман ба ҳамин мавзӯъ бармегардам.
دردآورش چی است؟ پرزیدنت مکزیک درباره فروختن این هواپیما به تاجیکستان گپ میزد، گفت که این هواپیما رو ما فروخته به این مبلغ که از فروش هواپیما به دست میگوید 2 بیمارخانه درست میکنیم. ببینید دقت، 2 بیمارخانه درست میکنیم. گفت با پول تاجیکستانیان رئیس جمهور مکزیک هواپیما را به تاجیکستان فروخته، با پول مردم تاجیک مکزیکان ها را تبابت میکند. بله، مکزیکان ها را تبابت میکند. در تاجیکستان خود رئیس جمهور اقرار میشود که هر یک منصبداری در تیمش بوده سرش دست کند به خارج میرود. در تاجیکستان تبابت درست گرفتن نمیتواند، سرش دست کند به خارج میرود. همین گپ را خودی امام علی رحمان گفتگی بود. یابید سخنرانی اشون. خودی رئیس جمهور اقرار میشود که ما یک بیمارخانه درست نداریم، منصبداران بیمار شدن سرشان داد کرد به خارجه میروند. رخصتی دی میگفته است امام علی رحمان را، خودش در برآمدش گفتگی بود. این پول رو میگیرد، هواپیما رو میفروشد به تاجیکستان، این پول رو میگیرد رئیس جمهور مکزیک مکزیکان ها رو بیمارخانه پوشیده تبابت میکند، بیمارخانه ساخته. دردآورش اینجا است. با خودش میگه شما سرتون درد کند به خارج تبابت میروید. بفرمایید. صدایتان نیست. پیدا شد. نه، با گم شد. میکروفونتون رو فعال کنید. نه، بیرون شدم. دردآورش همین است که پولی تو رو میگیرد، او برده مردمش رو تبابت میکند، مردمی تو بیمارخانه درست نداری میرود در خارج تبابت میکند. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدایتان مطمئن خوبه؟ تشکر به شما. بفرمایید. ایداتان کتی؟ زنده باشید. تشکر به شما. اگر شوکت یک سوال دارم ممکن باشد. این سیاست بسیار شد، شما آمدین، ما نه آمدیم، همین بسیار چیزا اینترست نفهمیدن از شما کلان سالا. تاج فروختن چی معنا داره؟ سوال من همین. نفهمیدم. تاج تاجیکستان فروختن چه معنا داره؟ تاج تاجیکستان یا خاک تاجیکستان؟ نه، تاج تاجیکستان فروختن چی معنا دارد؟ مردم تاجیک بسکه بداند همین. خاک ها؟ تاج یعنی زمین. تاج. نمیدونم من چی معنا داره. تاج تاجیکستان را فروختن. تاجیکستان تاجش چی بوده است؟ یعنی تاجیکستان میدانید که از سامانه تاج داشت، همه خیل؟ بله. فروخته او تاجش از طلا بود، 20 کیلو طلا صرف. نه همین امام علی. میدانید که 2 ماه پیش والله علم الی 3 ماه پیش آلمان رفت. با فروخته آمد 10 میلیون دلار با. من خبر ندارم. من به فوتوگرافش هسته باش ما میپرتم. همین تا فروختی، خودت فروختی، ملت فروختی، گفتگی این معنا داره. همین من باید حالا نگاه کنید مثلا گریم
مثلا گریم همین در یک هیکل همین هیکل سومانی اسماعیل سومانی در یک شب و روزهای قشاقی مردم ساخته شدگی بود و گفته بودن که به این 20 کیلو طلا صرف شدگی است. 20 کیلو طلا استفاده شدگی است. در همون شب و روز 20 کیلو طلا برای یک هیکل مصرف کردن این احمقی بود. و حالا اگر کلهشون کار کرده است که این 20 کیلو طلا در سر یک هیکل می ایستد، مثلا گریم از این به ملت چی فایده؟ بیایید این رو بگیریم بفروشیم به ملت یک کاری کنیم. اگر این رو با این مقصد کرده باشن، او تاج ملت نیست خواره عزیز، تاج یک هیکل است و بجایش یک سنگ هم تاج ساخته میتونن. لیکن اگر این 20 میلیون رو این 20 کیلو طلا رو برده فروختگی باشن به 10 میلیون دلار رو به کیسه خود زدگی باشن، این مصیبت است. این معناش این بود که اکای شوکت 10 میلیون دلار معنا 10 میلیون اهالی دارد، گفتگی معنا دارد. تاجیکستان 10 میلیون اهالی نداره، 7 میلیون اهالی دارد. همه خیلی دنیا آمده که 3 میلیون گودک قوش کرده فروخت. رسما اعلام کردن 10 میلیون است. کنیش دنیا آمده که گودک 3 میلیون و 7 میلیون مردم تاجیک 1 میلیون دلار فروخت آمد جیبه کشه دادو مزدکر حاضر همین پول آره. من همین ایرپورت حاضر گفتید که سمالیات خرید در کجا خریده است؟ در کجا دهات آمده است؟ طلا را می فروشد 30 به 70 30% تاجیکستان می بیاید، ایران جبکی امام علی با 70% دیگه جای با می رود. بس ویتم همی خیلی این پول ها در کجا رفته است؟ کجا صرف شده است؟ این چیز یگان چیز نمیگه. تاجیکستان مردم تاجیک گشنه تشنه همه جای به سرسان سرگردان یگان همین نداره، قدر منم قیمت ندارد. برای چی؟ برای همین که امام علی رحمان آیله خودش فکر میکند با 4 تا سگهاش هسته همینشون فکر میکند، مردم فکر نمیکند. حاضر 9 مای گفتم مسکو آمد، های 9 مای تو همین پرازنیک تو نبود، پرازنیکی باباهای ما بود. بابای من جنگ به رفتگی بود، فرانت به مردگی بود. همین ما بود پرازنیک، ما پرازنیک کردن ما در کار بود. حاضر ویتران ها هسته تاجیکستان با گفت که نمیدانم 82 تا همین ویتران مانده است. همین 82 تا ویتران چمپل حاضر پنسیا میگرد، همینا رو نمیگد که هر سال پدر که گرفته است نمیگد چخل پدر که داده است. این ویتران با این ویتران جنگ کردگی بود، برای همین روزها اینا جنگ کردگی بود، جان خودش را خطر ماندگی بود. چمپل پنسیا میگرد، 500 سال پنسیا میگرد، من نیم خدا میداند. ویتران های مسکو دیگه جاها چقدر آیل پنسیا میگرد، مزدگر زندگی میکرد. ویتران های ما چی؟ گشنه تشنه، زمستان سوید ندارد، کسل شود بسپلت لیچه نمیکنه. کدام خورمت میگه، کدام پرازنیک میگه، یگان پرازنیک نیسته. برای خودش آمد یک کمین کرد و رفت برای خودش کیف خودش آمد. من نمیدونم تشکر. رحمت اکلان نباشد. تشکر زیاد بشم. سلامت برای سلامت باشه. لبای الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. کم احمد خوبی؟ کاربر خوبه؟ تشکر به شما. زنده باشه. سلامت باشه. این اپشکا من فکرم که همین سوال دادنی بود که همین ماه اخیر مرد نوروز امریکا رفته بود کو پرزیدنت. بله. اون همونجا همه 4 کیلو طلا در تاجیکستان بود، هوای گری بر هدیه کرد که این به مانند یک خانه هست که ساختمان
ساختمان خانه نوتیار در 13 ماندگی همسایه میگه که من در من به تو تحفه. تاجیکستان خودش امتیاز و بایگری داره، به طلا داره. هم 4 کیلو طلا که اخیرا مو برد همچون رزم تاجیکان به مانند یک تاجش کرد برد در همونجا. این برای چی میخواست خودش نشان تیا؟ یادم اومد. خواهر هوای گفتنی بود که همون 4 کیلو طلایی که بود هوای برد بود همون وای نشان داده همونجا ماندش آمد همچون رمزی تاجیکان. بله درست است. بعد درباره سمالیات، همون سمالیات گفتگیتان خودت گفتی که اون دولت‌های ابدقدرت حتی امکانیت همون چه شخصی را ندارن. امکانیت چه دارن ولی به خودشون حق نمیدن. امکانیتش هست دارن. این به مانند از مسئله تاجیکی است که همه وقتی فیلم میگم موش میخواه که فیل ترسونه در گوش همون فیلم میدره او فیل میترسه میگریزه و میگه ما دیده که من از فیل در زورته بودم. این موش است. موش است میخواه خودش در برابر اون فیلا و که نمایان کنه. خودش فیل برای نمایان کنه. اگر دولت هیچی نداره در ریتینگ پسترین دنیا آمده رسیدی این زیبنده نیست. برای تو یک پیشوایی به نماز جسد نجس این زیبنده نیست که تامی اندازه پس بیافتی ملت تحقیر کرده گردی. خیلی باقی در امان خدا باشه. با امید فیروزی زنده باشید. ببینید مردم هر یک قدم شما رو، هر یک سخن شما، حرف شما رو زیر نظارتش دارد. عادی ترین انسان هر یک قدم شما رو میشمارد. در همین حال شما فکر میکنید که این 92 میلیون از جیب مردم دزدیده شما به مکزیک برده داده شما و در یک سال 3 بار یا 4 بار سفر میکنید یا نه، یا حالا با استفاده این هواپیما زورتون میرسد یا نه، اینش انیق نیست. لیکن این مبلغ رو میگیرد با پول مردم بیچاره، با پول مردم مهاجر، با پول مردم در بدر مکزیکی مترقی چیکار میکند؟ 2 بیمارخانه میپوشد. یک نفر چندین مرتبه به تکرار زنگ میزند، خاموش میکند، زنگ میزند، خاموش میکند. خب به خاطر احترامشون گشتم خودم زنگ زدم. منه کنی بینیم چیکار میکنه. لبای صدایشو بلند کن. بفرمایید گپ زنید. بفرمایید. تاجیکستان آلمان با بوده دودگی فاتگرافی همه دکتر که تامینی دودگی. همین من شما گفتنی بودم. تشکر. من مردم بینم. نشون میدید کلتون. تشکر. زحمت زنده باشید. تشکر زیاد. حالا این خواهر با واتساپ چیز فرستادگی هستن، از این واتساپ من فقط صدا گرفته میتونم، خلاص ویدیو گرفته میتونم. به عذر بیادت تماشابینان عزیز، حالا همینجا من میخواهم برنامه رو با آخر رسانم. فقط در آخر سخن چی گفتنی هستم؟ در آخر سخن همین را گفتنی هستم که حالا محمد تقایزاده برآمد گفت که بیایید متحد شویم. همین بیایید متحد شویم گفتن یک گپی زبان زده و آبشوسته شده است و بسیاری ها همین خیلی میشنوند، پروایی ندارن که متحد شدن یعنی چی.
برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشاگران محترم، آنهایی که مخالفی حرفهای من هستید، آنهایی که حالا صدای مرا، این برنامه مرا مخصوص برای گزارش دادن به شیفتان، به رهبرتان تماشا میکنید، وقتتان را میگذرانید، گفته های مرا مانیتورینگ میکنید، از داخلی گپ هایم شما گپ های خطا جستجو میکنید و حالا شاید فردا در سایت های دانشگاه ها دانشجویان را مجبور کنید و استادان دانشگاه را مجبور کنید که مثل پیشتر علیه من مقاله بنویسند، مرا تحقیر کنند. این کار شما است، وظیفه شما است و حالا وظیفتان را در همین میبینید و با همین کارتان استادان دانشگاه شکم فرزندانتان را سیر میکنید. خیر همین را حلال میدونید، حلالتان باد. من به این هیچ چیز گفتنی نیستم، ولی وقتی آن آمده است که ما به خاطر آینده ملت، به خاطر آینده کشور، دیگر به کسانی که خون ما را میمکند، کیسه ما را غارت میکنند، خانه ما را غارت میکنند، غارت بس بگوییم. حالا ببینید، شما یک گپ مخالف را مانیتورینگ میکنید و شیفتان، کماندرتان، رهبرتان، رئیستان فرمان میدهد که بر ضدش گپ نویس، به فیسبوک نویس، به سایت های دانشگاه ها بنویس. با همین میخواهید نان به دست بیارید، روزتان به همین مانده است. اما اگر شما به خودتان جرأتی، جسارتی، بس خونخوری، بس خون مکیدن، بس غارت من گفته توانید، روزتان به این سیاهکاری نمیماند. شما در یک 10 ساله نزدیک، شما و شاگردانتان، همون شاگردانتان که اوانگارد شده اند و تمام دانششان و آموخته اشان همین سیاستی در درون ناخونک خردمندانه پیشوای ملت است، دیگر هیچ چی نمیدونند و روزتون هم به همین گفتنی سیاستی خردمندانه پیشوای ملت مونده است و دیگر یگان دانشتان قدر نمی شود. دانید که شما بس گفتن را جسارت کردید، جرأت کردید، در یک 10 ساله شما مکرمترین قشر جامعه می شوید، مکرمترین جامعه می شوید، با آبروترین شخص می شوید و شما اهل دانش، دانشجویان و شمایان اهل ضیا که آبرو پیدا کردید، ملت آبرو پیدا میکند و شما در همین حالت غلامی، در همین حالت سرخمی، دست پیشی بری تا کی باشید، ملت سرخم است، زبون کوتاه است، کیسه اش، خانه اش غارت است. برای اینکه این غارتگری را شما، به این غارتگری شما جسارت داده اید و شما هستید که نسل سرخم و زبون کوتاه تربیه میکنید، نسل دست پیشی بر تربیه میکنید. شما هستید که جسارت، شجاعت این ملت را از بین میبرید. برای همین وقتی که به دهانتون کلمه خائن، خیانتکار میباید، در همین حالت یک بار به آینه نگاه کنید، یک بار از خودتون بپرسید که اگر او همه این چیز را با فکت و دلیل گپ میزند، با دل سوخته گپ میزند، من کیم؟ مگر من خیانتکار نیستم؟ به شاگرد دست میتیم در مکتب، در دانشگاه، در کالج. آیا آینده ملت را با درس دادن خودم تامین کرده ایستادم یا نه؟ وقتی که نه، جوابتان به خودتان جواب بدهید، به کسی دیگر نه. به وجدانتان جواب بدهید.
وقتی که جواب منفی گرفتید خودتان میدانید. شمای خدا، من یکایک شما اهل ضیا را به خدا سپردم. شمای خدا، حالتان به خدا. اگر به خود نآیید، به این غارت ها، به این کیسه ربایی ها، به این خونی مردم مکیدن ها خاموش گشتید، جسارت پیدا نکردید، ملت شما را تا قیامت برابر همین غارتگران فراموش نمی کند. با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه. تا دیدی دیگر، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.